ستون 71 موکب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. سرویس بهداشتی برای خانم ها، اتاق خواب برای خانم ها و سرویس بهداشتی برای آقایون و اتاق خواب برای آقایون. البته اکثرا برادران پاکستانی و هندی ساکن اینجا بودن. بریم طبقه پایینش هم ببینیم. بله، جای نسبتاً بزرگ، بسیار خنک و خیلی خوب برای استراحت. جای خیلی خوبیه، مخصوصاً توی هوای گرم. حسینیه برکات العباس عمود 79. بله، اینجام دارن کباب درست میکنن. اینجا موزیف برکات العباس هست. هوای بسیار خنک و خوب و تمیز. خواهران هم همینجا هستن با همه امکانات. دقیقاً کنار حدود عمود 80 یه حسینیه دیگه هم هست. جای بسیار بزرگ و خوب و خنک که تازه ساختن ظاهراً و همه مشغول استراحت هستن. قسمت خواهرانش هم اون پشت هست. ستون 93 حسینیه خادم الامام الحسین حاج شیخ عبدالزهره عبدالساده. بریم ببینیم داخلش چطور هست. یه حسینیه ترتمیز خوب با کولر گازی و همه امکانات. ستون 96 موکب العتبة العربیة المقدسه. اینجا اینترنت رایگان میدن. همین ستون 96 برای بچه ها هم برنامه دارن. این برنامه ها همش برای ستون 97 هست. ستون 100 مرکز پزشکی و بهداشتی. عمود 120. عمود 139 حسینیه دعبل خزائی. بریم داخلش امکاناتش رو ببینیم. هم کولر آبی داره، هم کولر گازی داره و نسبتاً هم تمیز بد نیست با پتو و همه امکانات.
توالت ایرانی فرنگی و حمام و ماشین لباسشویی هم داره. عمود 142 حسینیه و مالدیک قم العشیره. اینجا هم بریم ببینیم. یه فضای جمع و جور، تمیز با پتو، کولر خیلی خنک با حمام و دستشویی تمیز. عمود 144 موکب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینجا هم بریم یه نگاه بکنیم. نسبتاً تمیز با پتو و کولر، خیلی خنک، خوب. 4-5 تا حمام داره، تعداد زیادی دستشویی. کلا برای استراحت و استحمام جای خوبی مناسبی است. عمود 173 حسینیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله. نونوایی، نون تازه داره. حسینیه هم نسبتاً تمیز با کولر گازی. حمام هم نداره. البته دقیقاً حسینیه بغلیش حمام داره، میتونید استفاده کنید. عمود 178 حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها. حسینیه‌اش هست، یه مقداری گرمه. ستون 180 حسینیه احباب الرضا. بریم داخل ببینیم چه خبر هست. یه محل کوچکتر و تمیز و خنک. اینم محل سرویس بهداشتیشه. شاید مناسب نباشه برای کسایی که پادرد دارن. عمود 185 داروخونه داره. این برم موکب ولی بالکعبه. قیمت جفی بفرمان ها تفضل غد هزار تفضل غد قیمت جفی هزار تفضل غد بفرمان ها قیمت جفی تفضل غد هزار تفضل غد قیمت جفی هزار تفضل غد. این پارک کوچولوی زیبا هم در ستون 193 هست. خب یه سر هم به این موکب بزنیم. موکب امام هادی علیه السلام ستون 194. تمیز، خنک با دوربین مداربسته. سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی و حمام. موزه خانه موزه نادری سیدی مرز. ستون 206 موکب حضرت فاطمه زهرا سلام الله. یه حیاط بزرگ داره که دور تا دورش همه کولر هست و تقریبا خنک. زائرین هم نشستن استراحت میکنن. داخلش هم بریم ببینیم چطور هست. داخلش گرمه، مناسب سکونت و
استراحت نبود خیلی. عمود 209 موکب و حسینیه خدمت اهل بیت علیه السلام. جای حیات کوچک داره با 2 تا کولر بزرگ بسیار خنک هست و کولرهای قوی هست. داخل موکب رو هم ببینیم. بله، تمیز، مرتب و بسیار خنک. کولرهای خیلی قوی داره و واقعا از همه موکب ها خنک‌تر بود. اینجا حمام دستشوییش هست که 4 تا حمام داره و عمود 217 حسینیه قبا. حسینیه تمیز و خوبیه و خنک، مناسب برای اقامت. 2 تا سالن مجزا از هم داره برای آقایون و برای خانم‌ها هم جدا. حمام، دستشویی، ماشین لباسشویی، کاملا جای مناسبی هستش برای اقامت و همه امکانات هم الحمدلله در اینجا هست. ستون 220 موکب جعفر طیار هست. موکب رو هم ببینیم. خب اینجا فضای بسیار دنج، آروم با 2 تا کولر گازی و به نظر من جای خیلی خوب و مناسبی هست. البته حمام دستشویی‌هاشون رو اگر همه درها رو تکمیل بکنن و یه خورده مناسب سازی بکنن بهتر خواهد. عمود 227 موکب حبیب ابن مظاهر. کولر گازی، مبلمان و نسبتاً تمیز. اینم سالن دومش در 2 جای مجزا ظاهرین اسکان پیدا کرده. حمام فقط نداره ولی امکانات دیگه‌اش بد نیست. عمود 235 موکب نورالزهرا. یه حیاط داره با یه کولر قوی. داخل حسینیه کوچیک و گرم بود، فکر نمی کنم مناسب باشه. عمود 240 موکب ساقی کوثر. تمیز و خنک با 2 تا کولر بزرگ. عمود 253 یه زینبیه هست که به نظر میرسه امکانات خوبی داشته باشه. 2 تا کولر به سمت حیاط گذاشتن. این قسمت حیاط هم مصفف و 2 تا کولر برای اینجا گذاشتن. اینجا داخل زینبیه هست با کولر و تقریبا مرتب. سرویس ایرانی فرنگی حمام. در مجموع برای اسکان جای خوب و مناسبی. عمود 272 موکب حضرت علی اکبر علیه السلام. بله، 2 تا سالن استراحت هم داره.
این سالن شماره 1 هست. بله بسیار تمیز با کولر گازی با پتو، دوشک و همه وسایل راحتی دیگه. سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام. توی این موکب 3 وقت نماز جماعت هم میشه. عمود 297 موکب خدام الحسین یه قسمتی داره که سقفش کلن آب میپاشه روی ظاهری. هوای خیلی خنک، مطبوع و مرطوبی رو در واقع ایجاد کرده و 3 تا کولر بزرگ هم البته اینجا رو داره خنک میکنه همراه با این هوایی که داره از سقف میاد. عمود 297 موکب ابوالأحرار الحسین. موکب تر و تمیز، کوچولو و مرتب. بله کولر گازی هم داشت. سرویس ایرانی، فرنگی و حمام. حیاتش هم مبلمانه با یه کولر خیلی قوی و پیشنهاد میکنم اونهایی که دنبال جای تمیز، مناسب، کوچک و خیلی خنک میگردن اینجا جای بسیار مناسبی هست. عمود 297. عمود 308 موکب انصار مالک اشتر. دو تا کولر بزرگ داره، نسبتاً خنک هست ولی خب جای تمیز و چند تا حمام هم داره. عمود 309 تعمیر کیف و کفش دارن که برای آستان قدس رضوی هست. بریم داخل ببینیم امکاناتش رو. نمایشگاه سه‌بعدی از تصاویر کربلا. غرفه‌ها سر تا سر با کولر و البته اسکان زائرین هم توی این غرفه‌ها هست. عمود 316 موکب شهید جابر. اینجا امکانات متعددی داره من جمله خیاطی، خدمات پزشکی، حمام، شستشوی لباس، نماز جماعت و اطعام و سایر موارد دیگه. اینجا داخل موکب هست. محل استراحت آقایون که با یک کولر، دو تا کولر آبی بزرگ داره ساپورت میشه. عمود 320 مرکز پزشکی بیمارستان بین راهی عتبه هست و خدمات رایگان میدن اینجا. افرادی که مشکل داشتن میتونن بیان اینجا از خدمات پزشکی استفاده کنن.